الو، چیه مامان؟ کارتو بگو. الان نه. خب به محمد بگو. باشه خداحافظ. الو، چی شد؟ بگو ببینم. 14:30. خیالم راحت شد. واقعا خیلی شانس آوردم این درس رو پاس کردم. باشه، شیرینی رو حتما میدم. باشه، عیب نداره. امروز مهمون من. باشه. خیلی خوش شانسی ها. به خاطر اون درس واقعا خیلی نگرانش بودم. یعنی همه بچه ها خونده بودنش و آماده بودن، ولی من گفتم 1-2 ساعت قبل امتحان یه کارش میکنم. وای خدا. ولی منظورم نمرت نبود. پس چی بود؟ مادرت بهت زنگ زد. میدونین که مادرت بهت زنگ زد یعنی چی؟ آرزو دارم چند ثانیه مادرمو ببینم، چه برسه به این که صداشو بشنوم. به خدا اگه صداشو بشنوم شاید تلفنو قطع نکنم، میذارم ساعتها برام حرف بزنه. شاید تو الان احساس منو نداشته باشی، چون مادرم دیگه پیشم نیست، رفت. الان متوجه منظورم شدی؟ وقتی مادرت زنده نباشه برای یه درس دیگه اینقدر خوشحال نیستی. برعکس، اون موقع همه چیزت فقط مادرته، مزاحم همیشگی. میدونی مادرمو چی صدا میکردم؟ گوهر نایاب. نمیدونی چقدر مادرمو دوست داشتم. چه اسمی میتونم براش بذارم؟ خوشحالی یا خوشبختی؟ خوشحالی اینه که مادرت زنگ بزنه. من فقط یه چیزی بهت بگم. من یه فرشته داشتم که از پیشم پر کشید و رفت. تا مادرت زنده از قدرشو بدون. خدا برات حفظش کن.